باعث افتخاره. سلامت باشین. خیلی ممنون از لطفتون. خواهش می‌کنم. بیاین نزدیک‌تر مداقا. چشم. اگر لطف بفرمایید که اول خودتون معرفی بکنید. من زهرا سادات دیواندری هستم. بله. منم علی زامندی هستم. خیلی خوشبختم از آشناییتون، روشندلای عزیزم. سلامت باشین. مرسی. و کارتونم بفرمایید چی هست؟ من وکیل پایه که دادگستری هستم. و دفتر وکالت؟ فعلا که دفتر ندارم ولی خب در آینده خیلی نزدیک انشالله که موفق باشین. شما عزیزم؟ من هم زبان انگلیسی رو تدریس میکنم و مدرک من فوق لیسانس حقوق خانواده و فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی. احسنتم، مرحبا. واقعا باعث افتخاره تو شهر ما. من میخوام این رو پخش بکنم اگر اجازه بفرمایید. خودم آموزشگاه دار هستم، آموزشگاه مراقبتی دارم با 25 سال سابقه کار و میدونم تدریس چقدر سخته، چون من الان 2 تا کم شنوا دارم و واقعا سختم هست، اما داریم باهاشون کار میکنیم چون قابلیت خیلی بالاتری تو وجود افراد اینطوری هستش که واقعا باعث تیزهوشی و موفقیته. از مفاخر شهرمون حساب میشیم. انشالله در خدمتتون هستیم برای جشن عروسیتون. سلامت باشین. خیلی ممنون از 100% رایگان. سالن ما در خدمت شماست. خیلی ممنون از محبت. و این کمترین خدمتی که میتونید. سلامت باشین. شما لطف دارید. خیلی خوشحالم. اگه اجازه بفرمایید کادو به رسم یادبود بهتون. همونطور شما زحمتشو بکشید کادوش رو آشون. مرسی. دستتون درد نکنه. خیلی لطف کردیم که فروشگاه سونی رو انتخاب کردیم برای خرید. ایشالله که موفق باشید. قربونتون برم. متشکرم. مرسی. خیلی ممنون. ناقابل. خیلی خوبه. سلامت باشید. ایشالله در خدمتتون باشیم. خیلی لطف کردید. استفاده ببریم سلامت باشید. از علم و دانشتون و واقعا باعث افتخار است. ممنون که این وقت گذاشتین تشریف آوردین. خیلی لطف کردین و کاش که واقعا همه بتونن قدر باشید. دستتون درد نکنه. ببینم یک متشکر. ممنون. مرسی. با زمندی یه بای بای بکن با ما به سمت صدا. به سمت صدا. مرسی. انشالله موفق باشید. مرسی. خیلی ممنون. دهنتونم شیرین بفرمایید. مرسی. خواهش میکنم. بفرمایید. خیلی لطفا. خواهر عروس. بله. مرسی. خیلی ممنون. تشکر. عروس خانم رو حتما بیارید. ممنون. چشم. باعث افتخاره که باعث افتخار ماست. خیلی ممنون. لطف دارین شما. تشکر.